به نام خداوند. شاگرد عزیز، امروز ما شما در ادامه درس‌های قبلی که ما شما در مورد تئوری اتمی نیلز بور خوانده بودیم، امروز باز دوباره میخوانیم در مورد تئوری اتمی نیلز بور، اما یک کمکی متفاوت‌تر. در این قسمت ما شما یک چند موضوع دیگه هست که در موردش بحث کنیم. یک، در مورد سرعت الکترون بحث کنیم. یک الکترون چقدر سرعت داره یا به چه سرعت در حال حرکت است، و در مورد شعاع اتم که مثلا وقتی که ما شما در مورد یک قشر گپ میزنیم الکترون از هسته چقدر فاصله دارن، و در مورد انرژی الکترون وقتی که الکترون در اطراف هسته در حال حرکت هست، ذره الکترون دارای چه مقدار انرژی هستند. خب ما شما از فرمول هایی که در قسمت ها ذکر شده برای شما از این فرمول ها استفاده منیم و تئوری را که آقای بور ارائه کردن او را چی میکنیم؟ ثبوت میکنیم. خب میاییم در سلاید دوم. ببینید شاگردان عزیز، فکر کنین هسته در این قسمت است. یم هسته. خب الکترون از هسته نظر به یک فاصله معین در اطراف هسته چی میکنن؟ حرکت میکنن. خب این الکترون وقتی که حرکت میکنن، هر جسمی که حرکت میکنن دارای چی هستن؟ دارای انرژی هست، انرژی الکترون. یک، ما باید بفهمیم که الکترون چقدر انرژی دارن. دوم، فاصله بین هسته و الکترون ایره به نام چی یاد میکنن؟ به نام شعاع یاد میکنن. پس شعاع الکترون دارای، یا مثلا الکترون اگر در یک مدار معین باشن، در مدار مثلا مدار اولی، کوتاه‌ترین فاصله بین الکترون و هسته یا مرکز اتم که است چقدر است؟ ایره به نام چی یاد میکنن؟ به نام شعاع. پس هر اتم یا هر الکترون تحت یک شعاع مشخص حرکت میکنن. پس چگونه شعاع را پیدا کنیم؟ و دومی که الکترون وقتی که حرکت میکنه در یک قشر معین دارای چی هستن؟ دارای سرعت هست. پس ما باید سرعت الکترون را هم محاسبه کنیم، velocity. خب این سه کمیت اگه امروز ما شما ثبوت کنیم، پیدا کنیم، در مورد قانون آقای نیلز بور خیلی به اندازه کافی معلومات پیدا کردیم. یعنی در ادامه تئوری آقای نیلز بور ما شما در مورد دریافت سرعت الکترون، انرژی الکترون و شعاع اتم بحث می‌کنیم. خب قانون اول میگه کوانتیته بودن فضا، یعنی حالت حرکت الکترون به اساس قوانین حرکت دورانی مشخص می شود. مومنت مقدار حرکت زاویه‌ای الکترون یک مضریب صحیح از ثابت پلانک است. خب شاگرد عزیز، ما شما در مورد از این بحث کردیم که گفتیم الکترون ها که است توسط درجه حرارت از یک مدار به مدار دیگه چی میشن؟ انتقال میکنن. خب اگر ما شما الکترون را در نظر بگیریم، فکر کن این یک الکترون است. این الکترون که از به هسته جذب میشه یا از هسته فرار میکنن. و اگر الکترون چی کنه؟ انرژی را جذب کنه. انرژی را که جذب کرد از هسته چی میشن؟ دور میشن. و اگر به هسته مثلا اگر انرژی را چی کنن؟ انرژی را جذب کنن. جذب انرژی انرژی را اگر جذب کرد چی میشن؟ از هسته فرار میکنن. ما انرژی را از دست داد به هسته چی میشن؟ به هسته جذب میشن. یعنی از دست دادن انرژی باعث نزدیک شدن به هسته میشه و گرفتن انرژی باعث دور شدن از هسته میشه. قانون دومی نیلز بوری بود که میگه الکترون به دور هسته در مرکز اتم گردش میکنه و تحت تاثیر دو قوه متضاد اما کاملا مساوی قرار میگیرن. خب ایرم ما شما در موردش بحث نیم و فرمول چرا ثبوت نیم. خب ببینید شاگرد عزیز، وقتی که ما شما در مورد یک حرکت ذروی گپ میزنیم، یک حرکت که یک جسم که دارای حرکت چی باشن دارای مومنت است. مومنت چه به نام پی یاد میکنه؟ مومنت حرکت زاویه‌ای. البته این فرمول های چی است؟ فیزیک هستن. مومنت حرکت دایروی.
اگر او رو بخوایم پیدا کنیم پی مساوی میشه به ام ضربی وی ضربی آر، مومنت حرکت دایره‌ای. اما اگر ما شما در مورد مومنت حرکت زاویه‌ای گپ بزنیم، مومنت حرکت زاویه‌ای پی هم بازم دوباره مساوی میشه به چند؟ ان اچ بر 2 پای. پس شاگردای عزیز نظر به قانون ریاضی ما شما داریم که در طرف چپ از هم پی است، در طرف چپ معادله بالایی هم پی است. وقتی یک طرف معادله با هم مساوی باشد طرف دیگه هم مساوی است. پس نوشته میکنیم MVR یعنی MVR مساوی میشه به NH بر 2 پای. NH بر 2 پای. این تا این قسمت رو ما شما قانون ریاضی رو تطبیق کردیم. قانون ریاضی یعنی مومنت حرکت دایره‌ای و مومنت حرکت زاویه‌ای را هر دو چون با هم مساوی است در یک جسمی که در حال حرکت دایره‌ای باشند، پس هر دو معادله را ما شما با هم مساوی قرار دادیم و بالاخره اینی فرمول به دست آمد. میایم در قسمت بعدیشه. خب گفته قوه جذب یا قوه کلم و قوه فرار از مرکز. اینی قسمت که شاگردای عزیز خیلی 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 مهم است. شما خوب دقت کنین و امیدوارم که از پیش ما خراب نشه. خب ما شما یک نفر است. این نفر که سددیست چی هستن؟ یک تار است. در آخر قسمت تار یک چی رو بند کرده؟ در آخر قسمت تار یک جسم را در این قسمت ای بند کردن. خب این جسم را به اطراف سر خود چی میکنن؟ دور میدن. خب همونطوری که ما شما در درس قبلی هم گفتیم که است بالای از این جسم دو نوع قوه تاثیر میکنن. یک قوه فرار از مرکز و دیگه قوه چی هستن؟ قوه که مثلا فکر که در اینجا چی هست؟ الکترون و پروتون هاست. و قوه جذب مرکز. قوه فرار از مرکز و قوه جذب مرکز. خب قوه جذب مرکز را اگر ما شما باز به F نامگذاری کنیم، قوه جذب مرکز است که زائد ای مربع بر آر مربع و قوه جذب مرکز مساوی میشه به قوه ای. البته قوه جذب مرکز بدین قسمت بالای قوه فرار از مرکز است ام وی مربع بر آر. خب اگر ما شما اینجا چون طرف چپ هر دو معادله بازم با هم مساوی است، طرف راست هر دو معادله را باز با هم مساوی قرار میدیم. میگیم که زائد ای مربع بر آر مربع مساوی میشه به ام وی مربع بر آر. خب ما شما تا این قسمت رو معادله را به دست آوردیم. حالا اگر بخوایم معادله را ساده تر کنیم به چی روش ساده میکنیم و چی رو میخوایم به دست بیاریم. خب این معادله به دست آمد. حالا این معادله را طرف به طرف از ضرب چی میکنیم؟ ضرب آر مربع میکنیم. یعنی هر دو طرف از ضرب آر مربع کنیم. معادله که به دست میاد عبارت از کدام معادله هستن؟ مثلا آر ام وی مربع بر که زائد ای مربع. خب اگر ما شما بخوایم تنها قیمت چی رو به دست بیاریم؟ قیمت آر رو به دست بیاریم. پس قیمت آر را اگر بخوایم به دست بیاریم هر دو طرف تقسیم ضریب مجهول نه که ضریب مجهول ام وی مربع هستن. پس در اینجا در نتیجه قیمت آر به دست میاد که زائد ای مربع بر ام وی مربع. خب دیگه چی کار میکنیم؟ اینی قیمتی را که از که زائد ام ای مربع بر ام وی مربع به دست آمده در یک معادله دیگه وضع میکنیم. خب در قسمت اول ما برایش میگفتیم که ام وی آر که است مساوی به n ضرب h بر n ضرب h بر 2 پای است. به خاطر از اینکه در قسمت ما شما گفتیم که در مومنت های زاویه و مومنت های حرکت دایره‌ای هر دوش با هم مساوی. وقتی که مساوی بود یعنی هر دو را چیکار میکنیم؟ این هر دو با هم مساوی شد، باز قیمت آر را دریافت میکنیم. قیمت آر را در این قسمت سلاید قبلی قیمت آر ما شما در این قسمت دریافت کردیم. یعنی آر مساوی است به که زائد ای مربع بر ام وی مربع. خب اینی رو ما شما پس میاریم در قیمت چی؟ در قیمت فرمول را که داشتیم از درس اول ثبوت کردیم. یعنی ام وی آر
مساوی میشه به n h بر 2 پای. خب در این قیمت r موریم ما قیمت به چیش نمیاریم، قیمت را که در ای چی پیدا کردیم در سلاید قبلی. خب در سلاید قبلی ببینید شاگرده عزیز چی پیدا کردیم؟ k زائد ای مربع و m v مربع. پس نشته می‌بینیم k زائد ای مربع بر n h مساوی میشه به این طرف معادله ما است n h بر 2 پای. خب ببینید قیمت r همی قسم است یعنی m v مربع بخشیم در مخرج قیمت r m v مربع m v مربع. خب اگر ما شما رو بخوایم ساده تر کنیم میره چی کار میکنیم؟ صورت و مخرج با هم ساده تر کنیم. مثلا m با m ختم میشه، v با یک از v ها ختم میشه، تنها چی باقی میمونن؟ v باقی میمونن. پس نشته میکنیم k زائد ای مربع بر v مساوی میشه به n h بر 2 پای. خب در نتیجه اگر ما شما طرفین وسطین تقسیم کنیم قیمت را که برای سرعت الکترون به دست میاریم عبارت از k زائد ای مربع 2 پای بر مخرج ما شما چی میشن؟ مخرج ما شما میشه NH. اگر ما شما بخوایم سرعت یک الکترون را از جنس اعداد داده شدگی یا قیمت های معلوم دریافت کنیم، این عبارت از فرمولش است، یعنی k زائد ای مربع 2 پای بر n ضرب h. به همین روش بسیار ساده میتونیم انرژی سرعت یک الکترون رو محاسبه کنیم. خب سرعت الکترون رو محاسبه کنیم در قسمت های بعدی. بعد ما شما میایم چیکار میکنیم در قسمت فرمول. در قسمت فرمول که شعار را دریافت کرده بودیم قیمت وی را میایم در جایش وضع میکنیم. خب ببینید در سلاید قبلی ما شما در این قسمت قیمت آ را داریم، اینی قیمت آ را دریافت میکنیم. خب این قیمت آ را میبریم در کدام قسمت؟ به جای چی وضع میکنیم؟ به جای وی وضع میکنیم. خب در نتیجه ما شما شعار را داشتیم R مساوی بود به K زائد ای مربع بر M V مربع. پس همون قیمت را که برای وی دریافت کرده بودیم میاریم پس در این قسمت در سر جایش وضع بودیم. قیمتش عبارتش چی است؟ در صورت از K زائد ای مربع بر M ضرب. خب دیگه در مخرج داریم قیمت چی است؟ قیمت دیگه K زائد ای مربع 2 پای بر NH. خب این رو باز دوباره ساده تر منیم و دریافت کنیم. بالاخره R یا شا مساوی میشه به، چون مخرج که است در صورت یک کسر دیگه است، کسر صورت را به حال خودش میمانیم K زائد ای مربع بر. در مخرج داریم کسر الکسر است. کسر الکسر یعنی کسر اولی ما است M K مربع Z مربع ای به توان 4 پای مربع بر چی میشن؟ بر N مربع H مربع. N مربع H مربع. خب وقتی که قیمت را تا این قسمت را داشتیم باز بیا این را چی میکنیم؟ اختصار میکنیم. اختصار اگر کنیم در اینجا در صورت داریم یک که در مخرج داریم که مربع یکش خلاص، در اینجا یک زی داریم، در اینجا زی مربع داریم یکش خلاص، در اینجا ای به توان 2 داریم، در اینجا ای به توان 4 داریم، دویش با ای خلاص، فقط 4 پای مربع باقی مانند. در نتیجه R مساوی میشه به. خب در نتیجه مساوی میشه، یعنی کسر کسر است. کسر مخرج وقت سرچپا کنیم در صورت که برای کسر در صورت کسر قرار میگیره. N مربع H مربع بر M K Z ای مربع 4 پای مربع.
اینی فرمولی است شاگردای عزیز که ما شما میتونیم شعاع یک اتم را از روی از او محاسبه کنیم. شعاع یک اتم. خب امیدوارم که تا این قسمت را شاگردای عزیز یک کمک فهمیده باشین و بریم روی قسمت بعدی. بله مقبول امینی. سلام استاد، وقتتان بخیر، امید که خوب باشید. استاد اگر زحمت نمیشه من روی ریکارد هستم، اما اسلایت های قبلی رو بیارین ضبط شود. سلایت های قبلی را درست است. خب ما شما تا این قسمت را تشریح کردیم و فرمول شعاع را پیدا کردیم. فرمول شعاع عین فرمول را که ما پیدا کردیم در این قسمت هم خود سلایت کار شده که میتونین جدا جدا بدون از اینکه محاسبه از من چک کنین از روی کتاب هم بفهمید. خب دیگه در این قسمت ما شما دریافت سرعت الکترون را دریافت کردیم. سرعت الکترون مساوی به کز ایدی مربع 2 پای بر n ضرب h. خب در این قسمت هم به سرعت الکترون. در قسمت بعدی ما شما در مورد انرژی گپ میزنیم. خب شاگردای عزیز کسی برای گفته میتونه که ما شما برای یک جسم دارای چند نوع انرژی هستیم؟ یا یک جسم دارای چند نوع انرژی میباشه؟ دو نوع استاد؟ کدام دو نوع؟ استادوش یاد ندارم. خب سه است. ما شما دو نوع انرژی داریم، کاملا درست است. فکر کنم ما در اینجا یک دانه رسم میکنم. اینی که است یک دانه سطح مایل است. یک دانه سطح مایل است. خب در بالای از این سطح مایل یک دانه چی قرار داره؟ فکر کنید یک دانه توپ قرار داره. یک دانه توپ. خب اینمی توپ که به طرف پایین رها میشن این حرکت میکنه به طرف پایین. کسی گفته میتونه اینمی جسم دارای کدام دو نوع انرژی است؟ خب همونطوری که هم کلاسیش ما گفتن دارای دو نوع انرژی هست. اما یک کدام دو نوع انرژی هست میشنویم از مقبول امینی اگر شما مفاهیم دست قبلا کردن. استاد این نوع انرژی حرکیه. وقتی که جسم به طرف پایین در حال حرکت میشه، وقتی که جسم در حال حرکت باشه نوع حرکت چیش هست؟ نوع انرژیش انرژی حرکی هستن. او را به نام کینتیک انرژی یا ای که یاد میکنه. کینتیک انرژی حرکی. وقتی جسم در حال حرکت باشه فکر کنم یک تایر موتور است. اونم تایر موتور است وقتی به طرف پایین حرکت میکنن ببینید یک جسم دیگر که در پیش روش قرار میگیره از همون خاطر جسم دیگر هم چی میکنن؟ با خود در حال حرکت قرار میده و او را انرژی سر از او وارد نبوره حرکت میده. پس اینمی انرژی است که یک جسم در حال حرکت داره که باعث تغییرات در دیگه اجسام میشه. و یک انرژی دیگر هم که ما شما داریم تا شاگردای عزیز تا که وقتی که ما شما جسم دینامی جا که هست قرار داره میبینیم اینطور نیه که بدون کدام مصرف یا هزینه در اینجا آمده باشن. پس اینمی رو وقتی که یک ما شما از نقطه پایین به نقطه بالا انتقال میدیم یک جسم و انرژی چی میشن؟ انرژی در وجودش ذخیره میشن. باز وقتی که او رو ما استفاده میکنیم انرژیش پس چی میشن؟ ضایع میشن. پس یک جسم در حالت حرکت هم انرژی دارن که به نام ای کینتیک یاد میشه و دیگه انرژی چی هم داره؟ انرژی ذخیروی داره که مثلا هر وقت شما سنگ را سر بام رها کنین به طرف پایین اونم انرژی تا که در سطح زمین نرسیده داره یک مقدار انرژی مناسب هست برای دیگه اجسام. پس اگر نباشه ما شما باز به مشکل میخوریم. خب انرژی حرکی گفتن ناشی از حرکت الکترون ها در مدارها میشه. مثلا نی کم مساوی یک بر دوی ام وی مربع. باز انرژی پتانسیل داریم یا ذخیره ناشی از موقعیت الکترون در میدان جاذبه هست و منفی بودن نشان دهنده چی هستن؟ اسارت الکترونی. اسارت الکترونی به این معنا که الکترون تحت جاذبه قوه هسته یا قوه مرکز است که نمیتونه به سر خود آزادانه حرکت کنه. معادله انرژی مجموع الکترون ها عبارت از یک بر دوی ام وی مربع منفی k زائد ای مربع بر r. اینی فرمولی است که ما شما از درس کشیدیم. خب به نظر همینجا کفایت نه. وقتی ما شما کم مانده شاگردای عزیز، اگر کدام سوال مشکلی داشته باشین میتونین پرسان کنید.